اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا حبیب اله العالمین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. خدا رو شکر میکنیم که 23مین جلسه قرآن کریم، تفسیر قرآن در محضر عزیزان و سروران بزرگ در خدمتون هستیم. انشاءالله از خدا میخواهیم دلهای ما، قلوب ما، افکار ما، عقول ما به نور قرآن و به حقیقت قرآن انشاءالله منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. برای یادآوری عرض میکنم همونطور که مستحضر هستید، موضوع تفسیر ما تعالیم و آموزه های انبیاء الهی است. در قرآن کریم که 114 سوره داره و بیش از 6000 آیه و 114 سوره. ما وقتی نگاه میکنیم و رقم میزنیم از اول قرآن تا آخر قرآن، میبینیم که بخش بزرگی از آیات قرآن در مورد تعالیم انبیاست. یعنی داستان انبیا رو خدا ذکر میکنه، داستان پیامبران رو ذکر میکنه و میفرماید این پیامبر اومد و با امت خودش این صحبت ها رو کرد، این آموزش ها رو داد، هدایت کرد، بعدم عاقبت امتش به اینجا رسید. سوره بعد همینطور، سوره بعد همینطور، سوره بعد همینطور. بخش عظیمی از آیات قرآن راجع به تعالیم انبیاست، تاریخ انبیا و تعالیم انبیا، آموزه های انبیا. خب ما اومدیم گفتیم یک نگاهی بکنیم اجمالاً، ببینیم که انبیا در قرآن چه آموزه هایی به بشریت ارائه دادن. اولین کاری که ما کردیم این بود که 2 دسته کردیم، آموزه های انبیا رو به 2 بخش تقسیم کردیم. گفتیم بخشی از آموزه های انبیا به صورت عمومی است، جامع، فراگیر، اختصاص به یک امت نداره، اختصاص به یک زمان خاص نداره. در همه زمانها، در همه مکانها، همه انسانها میتونن از اون آموزه ها استفاده کنن. این بخش اول بود که اسم گذاشتیم آموزه های عام، فراگیر و جامع، که خوشبختانه این بخش تمام شد. الان 22مین جلسه رو پشت سر گذاشتیم و این بخش از آموزه های انبیا رو بررسی کردیم و گذشت. بخش دوم از آموزه های انبیا اختصاصیه، یعنی هر پیامبری در هر زمانی یک سری آموزه های، یک سری آموزش های، یک سری تعالیمی برای امت خودش ارائه کرد که این بخش دوم الان شروع میشه. پس ما در بخش دوم که امشب و این جلسه اولین جلسه بخش دوم هست، پیامبران الهی رو یکی یکی به ترتیب تاریخی اولین پیامبر چه پیامبریه؟ خانم های بزرگوار، شما که الحمدلله
در خیلی از مسائل در پاسخ از آقایون جلو میزنیم. حضرت مرضیه. حضرت مرضیه همون که اولین پیامبر، کدوم پیامبره؟ خودشون میگن حضرت آدم، شما چطور حضرت مرضیه رو؟ بله خلاصه قبلا با هم دیگه حل بکن مشکل رو، اینجا مشکل بر نخوریم، خلاصه اختلاف نظر پیش نیام. اولین پیامبر حضرت آدم، بعد میاد به ترتیب تا میرسه به آخرین پیامبر حضرت رسول اکرم خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم. این پیامبران یکی یکی مباحث رو مطرح کردن. خب من اینا رو اجمالش رو می نویسم روی تابلو که آموزه های انبیاء الهی. دو دسته: آموزه های جامع و فراحی، آموزه های اختصاصی. آموزه های اختصاصی با انبیاء شروع میشه. حضرت آدم علیه السلام، بعد پیامبران میان تا آخرین که 25 و 26 حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. به ترتیب از حضرت آدم شروع میشه، حضرت ادریس، نوح، همینطور تا برسه به آخرین پیامبر. انبیا آموزه های جامع و فراگیر رو که در طول این بحث‌های گذشته ما خدمت عزیزان اشاره کردیم و بررسی کردیم. این نکته رو عرض کنم که انبیایی رو که نام میبریم پیامبرانی هستن که در قرآن اسمشون آمده و الا پیامبران خیلی بیش از اینها هستن. خدمتون عرض کردم که طبق روایت 124,000 پیغمبر، یعنی از آدم تا خاتم 124,000 پیغمبر آمدن. اما حالا همه اینها اسمشون تو قرآن هست؟ نه. نامشون برده شده؟ نه. خیلی تعداد کم نسبت به این 124,000، 25 تا یا 26 تاشون در قرآن نام برده شده. خود قرآن هم در آیه میفرماد که ای پیامبر ما قصه و داستان و سرگذشت همه پیامبران رو برات نگفتیم. بعضی از اینها رو در این کتاب آسمانی ذکر کردیم اما خیلی از اینها گفته نشده. چرا؟ چون اگر میخواستن همه اینها، این قرآن میشد 30 جلد. خب 30 جلد، 40 جلد دیگه کی حوصله می؟ حالا یه جلد ما حوصله نمی کنیم بریم سراغ قرآن بخونیم. تو ماه رمضان به سختی خلاصه از اولش تا آخرش شروع میکنیم تمامش میکنیم. ولی اگر 30 جلد، 40 جلد باشه، 50 جلد باشه دیگه کی میره سراغ قرآن؟ هیچ کس سراغ قرآن نمیره. خداوند اون چی که لازم بوده، اون چی که فشرده و مورد نیاز بشر بوده، اینها رو در این کتاب آسمانی اینا جمع آوری کرد. پس از مجموعه این 124,000 فقط 26 پیامبر، 25-26 پیامبر اینها نامشون در قرآن ذکر شد. ما انشاءالله به ترتیب یکی یکی این انبیا رو بررسی میکنیم و ببینیم که تو قرآن راجع به اینها چی صحبت کرده خداوند، چه تعالیمی ما داده و اینها رو یاد بگیریم، از محضر انبیا یاد بگیریم. اولین پیامبر حضرت آدم
صلوات الله و سلام علیه که بحث امشب ما هست راجع به حضرت آدم. ما انشاءالله به هر پیامبری که میرسیم اول یک نکات کلی و معرفی کلی راجع به اون پیامبر خدمت شما خواهیم گفت و بعد میریم سراغ تعالیم و آموزه ها. حضرت آدم، کلمه آدم یک کلمه عبری است. عبری، عربی، فارسی، یک زبانه. عبری در واقع میشه گفت بسیاری از کتاب‌های آسمانی اولشون عبری بودید، چون در فلسطین و اون سرزمین این کتاب‌ها نازل شده، لذا اصلش چی هست؟ عبری هست. الان فلسطین هم برید شما کتاب تورات یا کسانی که اونجا هستن زبانشون زبان عبری است. یه شباهت‌هایی با عربی داره ولی یه زبان کاملا مستقلی است. لذا گفتم کلمه آدم یه کلمه عبری است. گفتن به چه معناست؟ گفتن معانی مختلفی داره. یکی از معانی آدم معنای خاکه، خاک سرخ. گفتن چون آدم از خاک درست شده لذا اسمش گذاشتن آدم. درسته؟ هر کسی آدم نمیشه. خلاصه یه آدم ما کم داریم. بله، استاد ما میفهمود که بله استاد ما از استادشون نقل میکرد که استادشون میگفته که ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. گفته که بخواد ملا بشه، با سواد بشه، عالم بشه آسونه، میره چهار کلمه یاد میگیره میشه. اما آدم بخواد بشه چیه؟ خیلی مشکل. بعد استاد ما میفهمود که من چیز دیگه میگم ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. الله اکبر. واقعا همینطور. کسی بخواد انسان آدم بشه، واقعا انسان باشه، خیلی سخت شده، خیلی سخت شده. خب پس کلمه آدم در قرآن 25 بار ذکر شده. این کلمه در قرآن 25 بار. لقب ایشون چی بوده؟ خلیفت الله. اسم ایشون بوده آدم، لقب ایشون بوده خلیفت الله. کنیه ایشون چی بوده؟ ابوالبشر. در عربی هر کسی چه خانوم و چه آقا 3 تا اسم داره تو عربی رسم. یکی بهش میگن اسم، یکی بهش میگن لقب، یکی بهش میگن چی؟ کنیه. کنیه به عنوان فرزند اون شخص، دختر اون شخص یا پسر اون شخص میگفت کنیه میذاشتن. مثلا اگه پسر شما اسمش عبدالله میگفتن ابو عبدالله، پدر عبدالله، یا عبدالله، مادر عبدالله. به این میگن کنیه. این که ما به امام موسی میگه ابو عبدالله یا ابو عبدالله کنیه است. یا مثلا فرض کنه کنیه پیامبر ابوالقاسمه، چون اسم پسرشون قاسم بوده، ابوالقاسم. پس این در عربی رسمه که یک کنیه دارن، یک اسم دارن و یک لقب دارن. حضرت آدم هم اسم داشتن به نام آدم. لقبشون خلیفت الله چون خلیفه خدا بودن و کنیهشون ابوالبشر، پدر بشر. خب پدر و مادرشون چی بوده؟ کی بوده؟ آقای گیاه، پدر و مادر حضرت آدم کی بوده؟ نداشت. آفرین. نه پدر داشتن و نه مادر، چون خدا میفرماد که ما از خاک آفریدیم. لذا هیچ تو این پروسه خلقت حضرت آدم مسئله پدر و مادر مطرح نیست. از خاک و بعد هم حوا رو خداوند از خاک آفرید. لذا هر دو اینها از خاک آفریده شد. تاریخ ولادتشون کیه؟ اینا نکاتی است که من راجع به حضرت آدم میگم، چون راجع به بقیه انبیا هم اینو خواهیم گفت که عمرشون چقدره، تاریخ ولادتشون کی بوده. خب تاریخ ولادت حضرت آدم قبل از هبوط بوده. هبوط زمانی است که آدم از بهشت اومد روی زمین. به این میگیم هبوط. هبوط یعنی پایین اومدن. اگر کسی از یه جای بالای بیاد پایین میشه هبوط. اگر از جای پایین بره بالا میشه صعود.
بالا رفتن میشه صعود، پایین اومدن هبوط یا نزول. این هبوط چون اون زمانی که حضرت آدم از بهشت اخراج شد و اومد روی زمین بهش میگیم هبوط. آغاز تاریخ انسان از اون زمانه، از زمان هبوط آدم. این میشه شروع تاریخ انسان. تا قبل از اون انسان روی کره زمین نبود، اما به محض که آدم اومد روی کره زمین هبوط کرد، تاریخ انسان شروع شد. پس اگر کسی پرسید ولادت و به وجود آمدن حضرت آدم کی بوده، باید بگیم قبل از هبوط بوده. قبل از اینکه ایشون هبوط بکنه در همون بهشت خدا او رو عمرشون چقدر بوده؟ مدت عمرشون طبق نقل‌ها مختلفه. طبق یک نقل 930 سال. حضرت آدم 930 سال عمر کرده و وقتی ایشون از دنیا رفت، اولش که اومدن رو زمین 2 نفر بودن، آدم و حوا. بعد که ایشون بعد از 930 سال که از دنیا رفت، جمعیت زیادی، فرزندان، نوه ها، نتیجه ها، نواسه ها، کواسه ها، بالاخره نبیره ها و ندیده ها، اینا همه یه جمعیت زیادی خلاصه به وجود آمده بودن به برکت این پدر و مادر، حضرت آدم و حضرت حوا. سوال شده که محل هبوط کجا بوده؟ وقتی حضرت آدم از بهشت با جناب حوا، خیلی بحث‌های مختلفی است. یک نظر این هست که روی کوه صفا، شما انشاءالله مکه مشرف بشید، حاجی بشید، میرید بین صفا و مروه چیکار می‌کنید؟ سعی به جا بیارید. از صفا میرید مروه، از مروه میرید صفا. 7 بار گفتن روی کوه صفا محل هبوط حضرت آدم بود. محل دفنشون کجاست؟ کی میدونه؟ محل دفن حضرت آدم کجاست؟ تولدش که فهمیدیم که بهشت بوده و شو خدا. دفنشون کجاست؟ آفرین. من احتمال نمیدادم کسی یه صلوات بفرست. آفرین. دلیلش هم اینه که شما وقتی نجف مشرف میشید، وارد حرم امیرالمؤمنین میشید، بخشی از دعا اونجا میگید که سلام بر شما و بر اون 2 پیامبری که کنار شما همینجا دفنند. اون 2 پیامبر کی هستن؟ یکیشون حضرت آدمه، یکیشون حضرت نوحه. جالبه. لذا از حالا خدمتتون بگم این تقلا به شما میرسونم که 3 جلسه دیگه بحث نوح شد. اگر پرسیدم و آقا تشریف نداشتن، بدونید که کنار حضرت امیر این 2 پیامبر اونجا دفنن، حضرت آدم و حضرت نوح علی نبینا و آله و علیهم السلام. البته توی وادی السلام که تشریف میبرید، وادی السلام اون قبرستون بزرگ که بعضی میگن بزرگترین قبرستون اسلامه، بعضی میگن بزرگترین قبرستون دنیاست. بیشترین دفن تو این وادی السلام کنار حرم امیرالمؤمنین. اونجا برید، پیامبران زیادی اونجا دفنن. حضرت هود، حضرت صالح، اینا اونجا دفن هستن و میرید شما زیارت میکنید. اما در کنار مضجع نورانی امیرالمؤمنین این 2 پیامبر، لذا تو زیارتنامه هم که شما زیارتنامه امیرالمؤمنین میخونید، میگید که سلام بر شما ای امیرالمؤمنین و بر اون 2 پیامبری کنار شما دفن هستن، آدم و نوح. انشاءالله هدیه کنیم به پیشگاه همه انبیا، به خصوص امیرالمؤمنین صلوات بلند. خب نکاتی که در زمان حیات ایشون اتفاق افتاد، نکات مهم، چند نکته بود. یک، خب بحث خلقت ایشون خیلی مسئله مهمیه که در قرآن هم ذکر شده. بحث بودنشون در بهشت، بحث درگیریشون و صحبتشون با ابلیس، این خیلی داستان مفصلی داره، خیلی حرف داره. نزدیک شدنشون به اون درخت تو قرآن ذکر شده، اخراجشون از بهشت ذکر شده، توبه کردنشون ذکر شده و به هر حال بعداً هم داستان 2 پسرشون که حابیل و قابیل، اون داستان که حسادت و
نزاع و درگیری بینشون پیدا شد. اینها داستان‌هایی است که نکاتی است که راجع به حضرت آدم در قرآن ذکر شده. ما حالا نمی‌خوام همه این مطالب مطرح کنیم چون بحث طولانی میشه. فقط دو نکته رو از آموزه‌های حضرت آدم بررسی می‌کنیم و بحث امشب ما تمام میشه. اگر بخوام به همه جزئیات برسیم خود این 1 ماه بحث داره که بخوام همه این جزئیات. ما بحث تاریخی نداریم، نمیخوام بحث تاریخی بکنیم یا همه این مطالب تو قرآن راجع به حضرت آدم بررسی کنیم، نه، چون عنوان بحث ما فراموش نشه آموزه‌های انبیا هست، تعالیم انبیا هست. میخوام ببینیم انبیا چه تعالیمی برای بشریت و برای انسان‌ها و غیر انسان‌ها آوردن. سوره هایی که نام حضرت آدم در اون سوره ها نام برده شده این سوره ها: سوره بقره، سوره آل عمران، سوره مائده، سوره اعراف، سوره اسراء، سوره کهف، سوره مریم، سوره طه و سوره یاسین. این سوره ها به نوعی نام مبارک حضرت آدم ذکر شده و خداوند از این پیامبر بزرگ یاد کرده. اگر راجع به این نکته شما مطلبی دارید سوال بفرمایید تا بریم سراغ اون تعالیمی که میخوام با هم صحبت کنیم. سوالی اگر هست بفرمایید. سوالی اینه که وقتی که حضرت آدم علیه السلام و حوا سلام الله علیها به زمین آمدن و صاحب فرزندان شدن، این به چه شکل انجام شد؟ بله، این یکی از مباحث بسیار مهمی است که جالب اینه که تو تفاسیر هم ذکر شده. بعضی از مفسرین 7-8 مورد 7-8 جواب به این دارن که به هر حال حضرت آدم و حضرت حوا در روی زمین، البته توی بهشت اینها فرزنددار نمی شدن، یعنی زمینه فرزنددار شدن در بهشت نبود. در بهشت فقط 2 عروس‌دوماد هر جا می‌خواستن برن خوش باشن، به قول خودشون ماه عسلشون بود دیگه، اونجا با هم دیگه لذت می‌بردن. خدا گفت برید اینجا تفریح کنید، حکاسی بکنید، اینجا با هم لذت ببرید و دیگه اولاد و فرزند خبری نبود تو بهشت. زمانی که اینها قدم گذاشتن روی این کره زمین مسئله ازدواج و مسئله پیوند و فرزنددار شدن به وجود آمد. خب فرزندان به وجود آمد. حالا سواله دخترها و پسرهای حضرت آدم چگونه ازدواج کردند و چگونه بعد فرزندان بعدی؟ جوابهای زیادی گفته شده. بعضی گفتن که خداوند فرشتگانی رو فرستاد به عنوان خانم‌ها که پسرها ازدواج کردن یا به آقایون که دخترها ازدواج کردن. یه نه. بعضی گفتن اجنه. اینا دلیل خاص هم نداریم براش. مهمترین دلیلی که تقریبا میشه گفت بسیار از مفسرین اشاره میکنن این هست که در شریعت‌های مختلف و ادیان مختلف احکام متفاوت بوده و لذا مثلا شما می‌بینید در بنی اسرائیل یه سری احکامی هست که در اسلام نیست، در مسیحیت یه جوره هست که در یهودیت نیست. گفتن شاید در زمان حضرت آدم هم ازدواج پسر خواهر و برادر اشکال نداشته. بعضی گفتن اینجور. بعضی گفتن که وقتی که فرزندان به دنیا اومدن، هابیل که به دنیا اومد یک دوقلو بودن، قابیل هم میدونن به دوقلو بودن. یه قولشون دختر بود، یعنی هابیل با یه دختر به دنیا اومدن، یه دوقلو. قابیل هم با یه دختر و یه خواهر به دنیا اومدن. بعد هابیل رفت خواهر اونو گرفت، یعنی اون قوله که اومد خواهر اینو گرفت. یعنی گفتن اینجوری، اونم باز ازدواج خواهر برادری میشه. گفتن مثلا توی ادیان یا تو زمان حضرت آدم این بلا اشکال بود. به هر حال به هر کیفیتی بود این نسل آغاز شد و این فرزندان به دنیا آمدن. و اما بریم سراغ آموزه ها. آموزه ها و نکته های تعلیمی حضرت آدم در 4 سوره اشاره شد که ما در طول این 4 سوره و 13 آیه به برخی از آموزه ها و تعالیم انبیا حضرت آدم پی میبریم. اولین آموزشی که حضرت آدم
در مقام معلمی قرار گرفت. یعنی حضرت آدم از بهشت آمده یا تو بهشت فرق نمیکنه، معلم قرار گرفت و تعلیم داد یک مطالبی رو به دیگران. این در سوره بقره در آیات اومده که خداوند می‌فرماد که حضرت آدم شد معلم و فرشتگان و ملائکه شدن دانش آموز. و لذا حضرت آدم مأمور شد، مسئولیت پیدا کرد که یک سری مطالبی رو به فرشتگان درس بده. نکته اینجاست، به فرشتگان درس بده. یعنی انسان شد معلم و ملائکه شدن دانش آموز. انسان شد ارائه دهنده علم و آموزش و ملائکه شدن دریافت کننده آموزش. در سوره بقره سوره دوم آیه 31 الی آیه 33. خب صفحه شو بفرمایید. صفحه 6. بسیار خب حاج آقا شما خودتون بفرمایید که استفاده کنیم این چند آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. احسنتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببینید این آیات که تلاوت شد این دنباله اون داستانی است که در زمینه خلقت پیش اومد. چون دنباله اون داستان هست من اشاره میکنم اجمالاً. خداوند هنوز آدمی انسان خلق نشده بود. اجنه بودن، شیاطین بودن، ابلیس بود، فرشتگان بودن، اما انسان هنوز خلق نشده. خداوند به ملائکه فرمود که من قصد دارم، اراده کردم که انسان رو خلق بکنم، آدم رو خلق بکنم. خب ملائکه سوالی کردن، نمیشه گفت اعتراض، یه سوال کردن. گفتن خدایا کسی رو میخوای خلق کنی که فساد میکنه روی زمین، خونریزی میکنه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ای خدا، فرشته‌ها گفتن ای خدا آیا کسی رو میخوای روی زمین قرار بدی و خلق بکنی که دو کار ازش میاد، دو کار خوب ازش میاد، یکی فساد کردن و یکی خونریزی. واقعا همینطوره ها. شما چشم رو باز کنید ببینید انسان دارن چی کار میکنن، چه خبره، چقدر فساد، چقدر خونریزی. خیلی عجیب. آدم بیه به این فرشته رو بیه باریکلا آفرین که شما عجب میشناختید این انسان ها، عجب میشناختید. قبل از خلقت گفتن خدایا کسی رو میخوای خلق کنی که این دو کار خوب بلده، فساد و خونریزی. از کجا میدونستن؟ همین سوال همینه.
اون فرشتن دیگه، فرشتگان خدا هستن، شاید خدا بهشون آموزش. لذا گفتن خدایا آیا این بناسی همچین انسانی؟ جواب خدا چی بود؟ جواب خدا خیلی عجیب. فرمود انی اعلم ما لا تعلم. خیلی سربسته و دربسته و پر از اسرار. فرمود که من که تصمیم گرفتم که این انسان خلق کنم، با اینکه فساد میکنه، با اینکه خونریزه، یعنی خدا رد نکرد، خدا سخن فرشتگان رد نکرد، نگفت نه اینجور نیستن، نه خیر. خدا فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون، من این چیزایی میدونم که شما نمیدونید. یعنی یک اتفاقاتی در این انسان خواهد افتاد که خود فرشتگان انگشت حیرت به دندان خواهند گرفت. خود فرشتگان باریکلا میگن به خدا، میگن عجب انسان اینجور هم میتونه بشه. ما اون ورش دیده بودیم، ما نصف خالی لیوان دیده بودیم، پس این هم میشه باشه. اولین اتفاقی که افتاد همین آموزش بود. دقت کردیم؟ آموزش چی بود؟ این بود که همین آیه است که الان تلاوت و علمه. بعد از اینکه خدا انسان را، آدم را آفرید، علمه آدم الاسماء کلها. کلاس درس گذاشت، یک کلاس گذاشت. کی؟ خدا. معلمش کیه؟ خداست. دانش آموزش کیه؟ آدم. همین دوتا. کسی که دیدم توی کلاس نبود، فقط این دوتا بود. علم آدم الاسماء کلها. تو اون کلاس خدا یه سری اسمایی رو به آدم تعلیم داد. علم آدم الاسماء، تعلیم داد، آموزش داد به آدم همه اسما را، کلها، همشون. خب نپرسید حالا این اسما چی بوده. محتوای اون آموزش برای ما خیلی مشخص نیست. گفتن یه سری حرفایی زدن، یه سری نکاتی رو مفسرین گفتن، اما واقعا بخوایم بدونیم اون اسما کلها اون چی هست، باید اظهار عجز بکنیم، چون ما تو اون کلاس نبودیم که. اونا یه چیزی بوده بین خدا و آدم رد و بدل شده. اگر آدم و پیامبران بعدی این اسماء رو به کسی آموزش دادن، اونا خبردار میشه. اگر آموزش ندادن هیچ خبری نخواهند داشت. لذا اگر ما بخوایم از اون اسماء با خبر بشیم، باید بریم سراغ انبیا، سراغ آدم بریم. اگر آدم نیست نوح، اگر نوح نیست موسی، اگر موسی نیست عیسی، تا برسیم پیامبر آخر. اگر اون نیست سراغ ولی الله بریم. اگر میخواهیم از اون اسماء با خبر بشیم که چه اتفاقی افتاد تو اون کلاس و چه مطالبی رد و بدل شد بین خدا و آدم، باید بریم در کلاس درس ولی اعظم و ولی زمان ولی الله بریم بشینیم، ایشون ما یاد بدیم. دقت کرد؟ پس محتوای اون برای ما مشخص نیست. آنچه مشخصه اینه که خدا این اسماء را همه را به آدم یاد داد. تا اینجاش خیلی بحث گره نداره، گیر نداره. گره مشکل مال بعدشه. ببینید ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خداوند خواست جواب اون اعتراض یا اون سوالی که فرشته‌ها پرسیدن که او سربسته گفت، حالا میخواد جوابشون بده. اسما را که به آدم یاد داد، دید فرشتگان ملائکه به تعبیر من اونجا دارن از پنجره نگاه میکنن، یه سنک میکشن، اینم تو این کلاس چه خبره؟ گفت خیلی خوب، بیاد تو، بیاد. من تعبیر من هم بیاد. فرشته‌ها اومدن نشستن. چیه میخواد بدونی چیه؟ بفهم. عرضهم، خیلی عجیب. ثم عرضهم علی الملائکه، این اسما را عرضه کرد بر ملائکه. یعنی چه؟ یعنی گفت ببینید شما نمیتونید مستقیم این علم را و این آموزش را از خدا بگیرید.
شما اون حد نیستید که بتونید این علم را به آموزش را از خدا بگیرید. شما باید برید کلاس آدم بنشینید، در برابر آدم زانو بزنید، از آدم یاد بگیرید. دقت کردید؟ پس اینجا انسان میشه واسطه در علم، واسطه در فیض. انسان هست که میتونه واسطه در فیض بشه و ملائکه باید بیان کلاس درس انسان بنشینند و از انسان درس بگیرند. دقت کردید؟ ثم عرضهم علی الملائکه، سپس این اسامی رو، اسماء کله ها رو عرضه کرد بر ملائکه. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. بفرمایید آقای ملائکه، شما که پشت پنجره هی میگفتید ما هم بیام، بفرمایید تشریف بیارید، این اسامی بگید دیگه. اینا به هم نگاه کردن، این به اون نگاه کرد، این به اون نگاه کرد. ببخشید عذر میخوام، ما خبر نداریم از این اسم. گفت بگید دیگه، یاد گرفتید؟ خب بگید. چی گفتن؟ گفتن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. خدای تو منزهی. فهمیدیم اشتباه کردیم، فهمیدیم که سؤالمون بیجا بود. لا علم لنا، ما آگاهی نداریم الا آن حقیقتی رو که تو به ما بدی، الا اون علمی که تو به ما بدی، یا مستقیم و یا از طریق آدم، انسان. اینجا بود که خداوند گفت خیلی خوب، حالا که اینطور شد و خودتون اقرار کردید، از فردا صبح ساعت 8 یک کلاس میذارم، به آدم میگم تشریف بیاره اینجا، تابلو، گچ، نمیدونم ماژیک، شما بیاد بشینید سر کلاس تا به شما یاد بده و درس بده. اینه آیه بعدی، اینه قال یا آدم، آقای معلم آدم، انبئهم به اسمائهم. اشکال نداره، فرشته بذار بیان تو کلاس بنشینن، اینا رو یادشون بده. فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون. همین که اسما رو حضرت آدم به اینها یاد داد، حالا چقدر طول کشید نمیدونه، چند صد سال شد، چند هزار سال شد، نمیدونه اون کلاسش چقدر طولانی شد، نمیدونه. اما همه میمدن تو اون کلاس، اینجوری که یه عده نیان، یه عده غایب باشن، یه عده نمیدونم یه هفته بیان، یه هفته دیگه بیان، نه، همه انبیا، همه فرشتگان تو اون کلاس می آمدن و حضرت آدم اینا رو یادشون داد. اینا رو که یادشون داد، حالا باز به تعبیر من، بعد که بحثا تموم شد، اینا خودمونی گیج شده بودن، اسرار گیرش اومده بود، به قول خودمون تلو تلو میخوردن. عجب چه چیزایی بود، خیلی چیزا. گفتن خدایا درسته واقعا، هرچی خودت. اینجا گفتن که خدا بهشون گفت که الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. حالا متوجه شدی؟ وقتی از کلاس اومدم بیرون، خدا بهشون گفت حالا متوجه شدی؟ به شما گفتم من غیب آسمان و زمین رو میدونم و شما نمیدونید. اگرم کمی میخواید اون غیب رو یاد بگیرید، باید پیش کی برید؟ پیش انسان برید. دقت کردید؟ الم اقل لکم، قال، کی قال؟ خداوند گفت. به کی؟ به فرشته ها. الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. نگفتم به شما که من غیب آسمان و زمین میدونم؟ غیب آسمان و زمین فقط پیش خداست. غیب آسمان و زمین اسرار، اسرار عالم پیش خداست. یعنی همه اسماء الهی اسرار عالمه. و علم آدم الاسماء. این اسماء چیه؟ توی همین آیه میفهمیم که این اسماء همون اسرار عالمه، همون غیبه، همون غیب هست که خداوند اینها رو به آدم یاد داد و اگر بخواهد این غیب را، این اسرار را به کسی دیگری آموزش بده، ولو فرشته ها باشن، باید انسان یادشون بده. باید انسان که پیامبر خدا شده. پس یکی از آموزه های بزرگ انبیا
برای ملائکه و برای بشریت. حتی بشریت هم در طول تاریخ بخواد از اون اسماء با خبر بشه، بخواد از اون غیب با خبر بشه، باید بیاد در محضر پیامبران الهی زانو بزنه تا یاد بگیره. پس یکی از آموزه های بزرگ انبیا من جمله حضرت آدم چیه؟ اسما و صفات الهی است. الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. آنچه که شما اظهار بکنید و آنچه که شما مخفی کنید خدا میداند. خدا نه تنها افعال و کارهای شما رو میدونه، افکار شما رو هم میدونه. تو فکر شما یه چیزی گذشت، خدا میدونه. از این بالاتر قلب شما، دل شما یه مطلبی گذشت، یه محبتی، یه کینه‌ای، یه دشمنی، خدا میدونه. یعنی آنچه که ما مخفی کنیم و آنچه که ما اظهار کنیم، آیه میگه و اعلمو، میدانم، خدا میگه میدانم ما تبدون، یعنی آشکار کنید، و ما کنتم تکتمون، و آنچه که شما مخفی کنید. این یکی از بزرگترین آموزه هایی است که ما از حضرت آدم گرفتیم. و اما آموزه دوم، اینجا عرض کردم خب حرف زیاده، مطلب زیاده، ولی خب ما فقط در حد کلاس درس انشالله که از موضوع خیلی جدا نشیم این بحث ها رو مطرح میکنیم که انشالله. دومین درسی که حضرت آدم به بشریت داد، شاید به ملائکه هم این درس داده باشه، روش توبه کردن، روش بازگشت به خدا رو اولین بار حضرت آدم به ما یاد داد. تا اون زمان که انسانی که نبود و حضرت آدم این اتفاقاتی که افتاد و از بهشت، داستانش همه شما میدونید، ابلیس رفت و اغوا کرد، فریب داد، این زن و شوهر را، آدم و حوا را فریب داد و اینها رفتن از اون درخت خوردن، چشیدن. بلافاصله که از اون درخت چشیدن، دستور الهی آمد که برید بیرون، برید از بهشت بیرون، خارج بشید. و خود آدم هم متوجه شد که عجب کاری کردیم. لذا توبه کرد. آدم که روی زمین آمد توبه کرد. در بعضی روایات هست که 40 سال گریه کرد. کم نیست. 40 سال اومد روی زمین، از اون بهشت، از اون وضعیت، از اون راحتی، از اون آزادی، به چه فضایی بود، چه جایی بود. اومدیم در این دیر خراب آباد، به قول حافظ. بله، حافظ میگه آدم جد ما خلاصه ما رو از اون جای بهشتی و جای فرشتگان آورد اینجا روی دیر خراب آباد. این خراب شده که هر جاشو نگاه میکنید یه مشکلاتی هست. خب فوری متوجه شد عجب کاری کردیم، گریه کرد، توبه کرد، گفت خدایا ببخش، توبه بکنم. روش توبه کردن رو به ما یاد داد. چی کار باید بکنیم اگر خطا کردیم، اگر گناه کردیم، اگر شیطان ما رو گول زد، اگر فریب داد. کجا اومده؟ آیاتی هست. یکی از آیاتی که اومده در سوره اعراف، سوره 7 آیه 22 و آیه 23. توبه، انابه، بازگشت به خدا. این دومین تعلیمی است که آموزه است که ما از حضرت آدم یاد میگیریم. سوره اعراف، چی گفتیم؟ سوره اعراف گفتیم دیگه. سوره 7 آیات 22 و 23. 22 و 23. چه صفحه‌ای؟ 152 یا 153. دو صفحه هست. یکی چیزی نبید. 152
و 153. اومد 152 153. خب فکر کنم خود شما باید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آفرین آفرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهما. فدلاهما به غرور. آنقدر هی گفت هی ابلیس تو گوششون کن اینقدر تا بخیر فریبشون، بالاخره فریبشون داد و گفت باید از این بخورید، از این درخت بود. خدا گفت همه این بهشت آزاد در اختیار شما، فقط این درخت نزدیک نشید. ابلیس رفت گفت الا و بالله از این بخورید، از این بخورید و رفتن اینا. فدلاهما به غرور، آنقدر فریبشون داد، آنقدر. فلما ذاقا الشجره، همین که چشیدن. آیه قرآن جالبه، میگه ذاقا. ذاقا یعنی همون ذائقه میاد دیگه، تو فارسی هم میگیم ذائقه، چشیدن. یعنی اینا نرفتن مثلا فرش پهن کنن اونجا میوه ها رو بچینند و تو کاسه بذارند و بشینن، نه، اصلا چشیدن، فقط همین لب زدن به این، زبون زدن به این میوه. بدت لهما سوآتهما، همین که چشیدن یه دفعه همه چیز عوض شد. ورق برگشت و اینها نیاز به لباس پیدا کردن، چون همه چی عوض شد دیگه. اون وقت بدنشون، خودشون همه فرشته خو صفت، ملائکه صفت بودن، این محضا نبود. اما یه دفعه به صورت انسانی. و اتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، اینا از بس عجله، یعنی دستپاچه شدن، اومدن درخت‌ها، این برگ‌های درخت‌ها رو کندن که خودشون باش بپوشونن. و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره، خطاب رسید، خدا گفت که مگه من به شما نگفتم که از اون درخت نخورید؟ الم انهکما، نگفتم نخورید. و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، چقدر به شما گفتم که این شیطان، این ابلیس دشمن عجیب و غریبی است، دشمنی است که دست بردار نیست. قالا، بلا فاصله آدم متوجه شد، آدم و حوا. جالب اینه، قالا، هر دوشون، ربنا ظلمنا انفسنا، گفتن خدایا ما به نفس خودمون، به خودمون ظلم کردیم، گناه کردیم، خطا کردیم. و ان لم تغفر لنا، اگر ما رو نبخشی، و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر رحمت تو شامل حال ما نشه، اگر ما را نبخشی حتما زیانکار خواهیم بود و عاقبت من. این یک آیه. آیه دیگری هست و اون این که بله در سوره طه، سوره 20 آیه 122، یه آیه کوتاهی است، یه آیه خیلی کوچیکی است. اونم راجع به توبه حضرت آدم صحبت میکنه. چه صفحه است؟ طه 20 آیه 122. 320. آفرین. 300 آیه 122 312 اول سوره طه. 122 میشه صفحه 320. کی گفت 320؟ خب درست گفتی دیگه، بچه حرفتون پس گرفتی. پس نگرفتم، مخالف داشتن. درست، پس ایشون سریع خلاص، خدا حفظت کنه انشاءالله. آفرین. صفحه 320
آیه 122. آیه گیاهی شما بخونید. آیه کوتاهی است. ثم اجتباه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ثم اجتباه. آیه قبلش ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب. فتاب علیه و هدا. ببینید خیلی آیه کوتاه ولی پر از معنا. میفهمد که همین که جناب آدم توبه کرد، ثم اجتباه ربه، خدا هم توبهشو پذیرفت. نه تنها توبهشو پذیرفت، او رو برگزید، یعنی به خودش نزدیک کرد، خیلی مقرب خدا شد. اجتبا یعنی برگزیدن، یعنی انتخاب شدن. فتاب علیه، خداوند هم توبه او رو پذیرفت و تاب علیه و او رو مورد بخشش خودش قرار داد و هدا و هدایت فرمود. که این خب ببینید در این آموزش نکاتی ما یاد میگیریم. یعنی حضرت آدم یک کار ساده مثلا بدون اسرار و بدون چیز نبوده، یک چیز پیچیده و خیلی مهمی بوده. یعنی ما چند تا نکته از این روشی حضرت آدم یاد میگیریم. یک، اولا ما یاد میگیریم که اگر انسان خطایی کرد و متوجه شد که اشتباه کرده، فوری در مقابل خدا به خطای خودش اقرار کن. این خیلی مهمه. اگر ما خطای مرتکب شدیم، گناهی مرتکب شدیم، بلافاصله از خدا طلب آمرزش و اقرار بکنیم که خدا ما این اشتباه کردیم. همین کاری که حضرت آدم و حوا کردن. انا من الظالمین، خدایا ما رو ببخش که ما ظلم کردیم، خودمون خطا کردیم. و اون را خدمت شما بگم، فقط در مقابل خدا ما میتونیم اقرار به گناه بکنیم. یه فرق عمده‌ای که بین اسلام و مسیحیت هست همینه. متاسفانه در مسیحیت شخص گناهکار میره داخل کلیسا، پیش فادر، اون کشیش، اون پدر معنوی میشینه، زانو میزنه و خطاها و گناهانشو اقرار میکنه. این رسم دیگه. یه اتاقکی هست، نمی‌رفتید تو کلیسا، همون بالا که کشیش سخنرانی میکنه یا کنارش یه اتاقکی هست که بعضیشون یه پنجره هم از پنجره شیشه‌ای هم بینش دو تا صندلی گذاشتن، یه صندلی این طرف، یه صندلی این طرف، بینش هم یه دیواری هست، یه پنجره هست بینش. این طرف اون قرار میذاره، وقت میذاره، مثلا یه فلان وقت بیا، مثلا میگم این هفته مثلا فلان روز میخوام بیام اقرار کنم، این خیلی فلان روز. آقا جناب کشیش این طرف میشینه، گوش میده و جناب گناهکار، اون شخص مسیحی گناهکار اون طرف میشینه و خب میگه بگو. اونم شروع میکنه میگه من روز شنبه این گناه کردم، فلان یک شنبه قتل به جا آوردم، دو شنبه این خلاص دزدی کردم، چی کردم، دونه دونه همجور میشماره تا تموم که میشه. بستگی به نوع گناهش داره. خلاصه جناب پدر هم، پدر مسیحی، پدر معنوی، میگه خب شما باید اینقدر به کلیسا کمک کنید و در هر صورت اگر میخواد آمرزیده بشید باید اینقدر کمک کنید و اینو چیز کنید. که اون داستان معروف هم شنید که طرف خلاصه بهشت و میفروخت و اینا، گفت خلاصه چند متر بهشت این قیمت قشه هست اینا. یا رندی پیدا شد گفت من بذار دکون این کاسبی اینا به هم بزنم. رفت پیش جناب کشیش، گفت ببخشید من اومدم امروز از شما یه چیزی بخرم. گفت بفرمایید، مثلا آقا 2 متر یا 5 متر یا 10 متر بهشت. گفت نه من اومدم جهنم از شما بخرم. گفت یعنی چی؟ همه مردم بهشت میخرن که برن؟ گفت نه من میخوام برم جهنم، فقط میخوام 6 دنگش به نام من بکنید، همه‌شو برم. هر چی گفت گرونه باشه، هر چی قیمتش رو میدم. آقا قیمتش رو داد و گفت بنویس مکتوب. اینقدر حق بازی و عوام فریبی.
بعدش نوشت و خلاصه گفت که 6 دنگ جهنم رو به این شخص فلانی فروختم قربتن الله، این قدر مبلغشه، سند مهر زد، کلیسا داد دست این. همین که این گرفت بیرون، بعد اطلاعیه زد ایها الناس جهنم کلش مال منه، من 1 نفر رو راه نمیدم جهنم، 1 رو راه نمیدم. خب دیگه همه باید برن بهش دیگه هیچ کسی کاسرش چیز شد، بسته شد دیگه. گفت ای بابا جهنمی خرید، هیچ کس راه نمیده، همه مجبورن برن بهش دیگه کسی که وسط راه که نداریم که تو یه جای سومی که نداریم، یا جهنم یا بهشت. متاسفانه الان هنوز هم هست، تو قرن 21 هستیم، هنوز هم منوی عده‌ای اینها چیکار میکنن؟ جهنم یا بهشت رو میفروشن، میخرن فلان. در اسلام مطلقا، اصلا کلا در ادیان، حتی در مسیحیت هم اینجوریه، حالا درست کردن از خودشون، اقرار به گناه ممنوعه، فقط پیش خدا، فقط پیش خدا، حتی پیش پیامبران نه. ما داریم در مورد پیامبر داریم که اومدش پیش پیامبر اقرار، حضرت فرمود نه، اقرار به من نگو، به خدا بگو، گناهی کردی به خدا. دقت کرد؟ اینو ما از حضرت آدم یاد گرفتیم. حضرت آدم به محض اینکه با حضرت حوا این مشکل مرتکب شدن، فوری به خدا گفتن خدایا ربنا ظلمنا، ما به خودمون ظلم کردیم، خدای ما رو ببخش. این اولین درسی است که ما میگیریم. دومین درسی که میگیریم این که برای توبه کردن و بازگشت نباید ما تأخیر بیاندازیم، پشت گوش بیاندازیم. بگیم ای بابا تا شب جمعه وقت هست، شب جمعه میرم دعا کامل میکنم، از خدا طلب آمرزش میکنم، یا شبهای قدر بذار ماه رمضان بیاد، شبهای قدر میرم انشالله شب قدر از خدا آمرزش میکنم. نه، در روایت داریم مؤمن همین که گناهی کرد، غیبتی کرد، تهمتی زد، خلافی مرتکب شد، بلافاصله، یعنی حتی نمیذاره به وقت نماز برسه، بلافاصله توبه میکنه. در روایت داریم فرق مؤمن و غیر مؤمن همینه که غیر مؤمن هی امروز و فردا میکنه، هم میگه حالا وقت داریم، حالا جوونی، بابا حالا فرصت هست، بذار بعدا، آخر عمر که شدیم میریم یه زاهد عابد خلاصه پیر دیر میشیم. از کجا معلوم؟ مگه مهلت، مگه اجل مشخص میکنه کی ما بناس بریم؟ لذا دومین درسی که از این آموزش حضرت آدم میگیریم اینه که بلافاصله باید انسان اگر خطایی کرد، گناهی کرد، بیاد از خدا طلب رحمت. 3. اینو ما یاد گرفتیم از حضرت آدم که برای بخشش انسان نیاز داره به رحمت خدا. یعنی اگر رحمت خدا شامل حال ما بشه، اگر مغفرت خدا شامل حال ما بشه، ما آمرزیده میشیم. و الا اگر خداوند عنایتش به انسان نرسه، انسان آمرزیده نمیشه. لذا در روایت داریم، آیه قرآن هم میگه روز قیامت عده‌ای میان حاضرن، خیلی عجیبه، برای یه گناهشون تمام آنچه که روی زمین هست اینا رو در راه خدا فدیه بدن، فدا کنن، هدیه بدن تا یه گناهشون آمرزیده بشه. اتفاق نمیفته دیگه، چنین اتفاق نمیفته. یعنی ما هر چقدر هم تلاش کنیم تا رحمت خدا شامل حال ما نشه، ما بخشیده نخواهیم شد. 4. باید ما از حضرت آدم یاد گرفتیم که باید ما بفهمیم، اقرار کنیم، متوجه بشیم که اگر از گناه آمرزیده نشیم، سوء عاقبت، بد عاقبت در پیش ما هست، پیش روی ما هست. همین حرفی که حضرت آدم زد، گفتن خدای اگه ما رو نبخشی، خسران گرفتار ما میشه. ما باید به این حالت برسیم. خب بعضی اصلا میگن آره گناه کردیم دیگه، حالا چی کنیم؟ یا مثلا میگن روز قیامت. نه خیر، اگر انسان گناه کنه و خدا انسان نبخشه، این عاقبت به شریه، این زیانکاریه. این همون آیه است که خدا در سوره عصر فرمود ان الانسان لفی خسر. انسانی که گناهکاره همیشه زیانکاره،
چون تمام هستیش از دست داده و گناه کرده. این شخص زیانکاره. این حضرت آدم میده. و بالاخره پنجم این هست که تمام کسانی که در اون گناه با هم بودن باید همگی توبه کنن. این نکته جالبیه. حضرت آدم چون با حوا دو نفری، عروس دوماد، زن و شوهر، اینها با هم دیگه نزدیک اون شجره و اون درخت رفتن و از اون درخت چشیدن، با هم توبه کردن. اگر تو جامعه یک اتفاقی افتاد، یک گناهی، یک گروهی مرتکب شدن، اگر خانواده کلاً گناهی، خطایی رو مرتکب شد، باید همگی برگردن و همگی توبه کنن. پدر، مادر، فرزندان، دختر، پسر، همه درگیر این گناه و این خطا بودن. این خطای خانوادگی بود. این اشتباه خانوادگی بود. باید همه اعضای خانواده بیان و از اون اشتباه دست بردارن و توبه کنن و برگردن. اینو ما از حضرت آدم یاد گرفتیم. پس 5 درس بزرگ ما از این توبه حضرت آدم ما یاد میگیریم. 1 اینکه انسان اقرار به خطا بکنه پیش خدا. 2 اینکه انسان بلافاصله بعد از گناه و خطا توبه کنه، فاصله نندازه. 3 اینکه انسان محتاج رحمت خداست. برای آمرزیده شدن باید لطف خدا، رحمت خدا، مغفرت خدا شامل حال ما بشه. 4 اینکه باید بدانیم که اگر آمرزیده نشدیم، اگر گناه را ادامه دادیم، سوء عاقبت، خسران و زیانکاری در انتظار ما خواهد بود. و بالاخره 5مین نکته این که گناه جمعی توبه جمعی میخواد. اگر تعدادی در یک گناه با هم شریک بودن، همراه بودن، باید همشون در توبه هم شریک باشن و همراه باشن. انشاءالله ما بتونیم از این آموزه های بسیار بسیار نورانی و تعالیم انبیا بهره کافی رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سلامتی آجاها خانواده‌شون هم سلام.